رفته زن سیغه کرده. دخترم چجوری میخوای بدی؟ با اتوبوس راحتم. ماما نیستا که منو پیدا کن. ببین امید یه گاف صندوق داره که کلیدش فقط دست خودشه. سلام علی آقا. الو جانم. آقا اومدم مغازه نبودی؟ داداش یه کار خورده بهم 4 تا کوچه بیا این برتر. یه زحمت آدرسو میفرستی برام؟ میفرستم. عکسشو نداری؟ عکس؟ نه ندارم. برو بگی بفرست برام. دارم میگم دیرم، عجله دارم. مدارکم باید برم سوش بردارم. مدلش چیه؟ مدل چی؟ گاف صندوقه دیگه. نمیدونم والا. مگه مال خودت نی؟ چرا؟ خب پس چجوری نمیدونی مدلش چیه؟ خیلی وقت پیش گرفتم، یادم نیست. اصلا چه فرقی میکنه؟ من باید بدونم چه ابزاری بهش میخوره دیگه. اثر انگشتی، ریلی، کشویی، کدومش؟ این هر کدوم داستان خودشو داره. اصلا این معمولی از کلید میخوره. برو بیارش در مغازه، همونجا بازش میکنم برات. نمیشه که. چرا نشه؟ سنگین آقا، آوردنی نیست. کارگر بگی خوب. داداش اگه نمیای وقت ما رو نگیر، برم پیش یکی دیگه. ببینم چیش به ما میرسه؟ منظورت چیه؟ از توش به ما چی میرسه؟ حالت خوب نیست اینکه. مال خودت نیست نه؟ چرا همچی فکر کردی؟ ببین من مشکل ندارم و درصد هم برمیدارم، فقط بدونم قبلش. خداحافظ شما. بیا اینجا نرو. خوشم اومد، خواستم امتحانت کنم. به همه مشتریات شک داری؟ همه که نه، فقط گاف صندوق یکم داستانش فرق داره. خب چیکار کنیم الان؟ کی بریم؟ حاجی وجدانم قضیه بودار نباشه. این چه حرفیه مشتی؟ تو خونه خودمه. ببین من از اونام که دوتا چک بخونم همین چی لو میدم. آقا خیالت راحت باشه. مطمئن دیگه؟ مطمئن. خیلی خوب، حل. از من کارم تموم شد الان میرم. یالا بفرما. با کفش بیام؟ نه با کفشاتو در بیار. کجاست؟ اینجاست این اتاق. یالا بفرما. آجاست. خب این از این ریلیاست. چقدر طول میکشه؟ نمیدونم، رمزشو بخوام در بیارم یکم زمان میبره. یکم یعنی چقدر؟ یکم یعنی یکم دیگه، 2 دقیقه 5 دقیقه 2 ساعت معلوم نمیکنم. خیلی خوب، کارتو شروع کن. آشا دایی شمایی؟